السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 5. اما روزی دیگر، بله روزی دیگر، یلتسین به ساکنان ناحیه کمسمال آباد واخورد. این بازدید در فرودگاه که 1,000 آدم جمع آمده بود به وقوع پیوست. همه تا 120 متر پست کردن سد نیروگاه را طلب می کردند. یلتسین راضی شده گفت بیایید اول سربند را تا بلندی 120 متر می سازیم، بعد می بینیم. متخصصان به گوشهای خود باور نکرده مات و مبهوت ماندند. اما بعد چی شد و چیمان که یلتسین به قول پوستینش را چپه پوشید و گویا امر راغون را قرائت کرد. در سیبیر روسیه مردم گرسنه‌اند، ولی در راغون باشد انشاءات بزرگی نور را می سازند. شاهدان حال می گویند که یلتسین در این لحظه هم سرخوش بود و هم بیمار، اما سخن چون تیر از کمان پرید. سکوتی گل و جف همه جا را فرا گرفت. حتی پرنده ها دیگر آوازی نمی برآوردند. آن روز روزی سیاه راغون بود. با همت بلندی مسکو یک گروه کمر خود را محکم بستند و با عقل رسای خیش در خلوت خانه حل و فصل کردند و غلط خود را یقین کاملا دانایی دانستند. به قول لایق بهانه چیست؟ نام خلق، یعنی تگ آب ماندن گور بهانه ارزش اجدادی شد و منفیت وطن فراموش گشت. باز شور و قیام خیست اطراف کوچانیدن قبرستان. گویا این کار از روی رسم و رسوم مسلمانی درست نبوده است. آوازه پهن کردند که گویا اگر قبرستان را به منزل دیگر کوچانند، مرده ها برای گناه های در زندگی صادر کردهشان در گوری نو دوباره اذیت می‌کشیدند. از این رو ارواح رنجیده حتما قصاص می‌گرفته است. بیهوده حکمت خلق خدا زده باش و ارواح زدنی نمیگویند. البته این گپ خنده‌آور مینمود، لیکن متاسفانه بعضی ها علل خصوص موی سفیدان و کمپیران باور میکردند. به خلالگران بنیاد راغون استاد لایق گفته بود مباد این راغون و در غش که گردد غرق کوی ما. تو می گفتی زهر منبر بروی ما بسوی ما. در همان شب و روز مادری بیدار دل را دیدم. در حالی که از گونه هایش اشک فرو می لغزید می گفت خدایا چه غفلت، چه خیانت، لعنت به شما دوست کشانی بیگانه پرور. استاد لایق جدایی را خطا می شمارید. بده کاسه گل آب انگور ما، که شیرین شود طالع شور ما. که ما را ز ما دور کردن خطاست، جدایی ما از توی و من خطاست. از این رو دعوتی دوراندیشانه لایق تنین انداخت. پس بیا دست به هم داده و پیمان سازیم، در بد و نیک به هم بوده و دوران سازیم. در حریمی دلمان معبد ایمان سازیم، نه شمالی نه جنوبی
یک انسان سازی. اما کجروهای بی ایمان میان مردم تفریقه انداختند. دریا که به جویها روان می گردد، کمزور و ضعیف و ناتوان می گردد. انا همین طور یک غلط میان شکن به ادامه با سرعت ساختمان مانعی جدی گشت. مبلغ گذاری از مرکز به نیروگاه قطع گردید. به رفت کار خسارات کلان وارد گشته، تکنیکی و آلات پهن و پریشان، متخصصان بیکار و نظام کار گم شد. روز به روز ویرانتر می شد، ولی در اصلاح کردن آن عاجزی می کشیدند. پس از این تنفسی بردوام به وقوع پیوست. به قول شاعر، بین دو کوه سربلند یک قله اندوه ماند. آره، چی روزهای سیاهی بودند. مثل آب جو گذشته رفتند. مسئله ادامه دادن نیروگاه راغون 16 سال مورد بحث و مناظره قرار گرفت. مقابلان نیروگاه راغون برای رسیدن به هدفهای ناپاک خیش نیرنگ و دسیسه های نو به نو ایجاد می کردند و میان مردم تخم نزاع می کشتند. آنها نمی دانستند که مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. بله، خدا با ما بود، ولی به قول شاعر، نفس هر دم ز قصر عمر خیشتی می کند سایب، پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. بله، برای تعمیر کردن راغون معمار لازم بود و من در نوار دیدگانم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را می بینم، با همان چهره نورانی و بیغشم مائل تبسمشان، با همان جسارت و غروری سری بالایشان. چقدر خونی دل خوردند تا به مقصود خیش برسند، تا که ساختمان نیروگاه راغون احیا گردد. آن روز 26 سپتامبر سال 2005 هوا ابرآلود، یگان دانه های باران به زمین می چکید. گلدختران کوهستان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را با نان و نمک استقبال نموده خوش آمدید، نوری دیده تاج سر گفتند. لحظه بریدن لنت که از آغاز سرشوی ساختمانی نیروگاه راغون درک میداد، صدای پرموج قرصک به آسمان پیچید و ابر پاره‌های بالای شهر پراکنده شدند. آفتاب عالمتاب از نو شعله پاشی کرد. عالم در نور پیچید. صداها پر و بال گشادند و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با قدم‌های استوار به منبر برآمده اظهار نمودند: امروز 26 سپتامبر را هیچگاه از خاطر نبرارید. این روز نه تنها به مردم شهر راغون، بلکه برای تمام مردم تاجیکستان نیز عید است، فراموش نشونده است. دنیا با تمام هستیش روشن شد. یکی با لبخند گفت بله عید است و با افسوس اضافه کرد اما خیلی دیر آمد. دیگر شتاب زده حرفش را برید: تو چه ها میگویی؟ و زود برا و قطعی افزود: دیر آمده باشد هم شیر آمد. بعدتر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان اقدام جسورانه پیش گرفته گفتند: نیروگاه راغون را خودمان میسازیم. 27 آگوست سال 2007 حکومت جمهوری تاجیکستان قرار تاریخی قبول نمود که در آن آمده جمعیتی سهامی شکل کشاده نیروگاه برقی آبی راغون تأسیس داده شود. امروز آنهایی که خیانت را روا دیدند در بین ما قرار دارند.
تنها نقاب عوض کردند. بله، شغال پوستینی روباه پوشیده است. خود را دلسوز نمایش می دهد. مشت به سینه زده می گوید راغون را می سازیم. چی مگر آنها در غم راغون هستند؟ اصلا نه. آنها تنها در فکر خود هستند. یک دوست ساختمانچی هم با تعجب پیشانی آفتاب خورده‌اش را خاریده عجب گفت شرم نمی دارنده؟ این احساس به آنها بیگانه است. گفتم ایشان قصداً چنین رفتار می کنند. باز و باز راغون را می سازیم را می شنوم و علمم دوچند می گردد. انا باز یک راغون ساز می آید. وای مردی قد پست و تنومند است که تماماً گردن ندارد. بر اثر کله کلان و پهن داشتنش کلغفس لقب گرفته است. وای به چشم خنک می تافت. از دلم گذشت نحسی می آرد این شوم رو. کلغفس کاهلانه به ما نزدیک شده به سلام و علیک لبخند سردی کرد و با طعنه بلند آواز سر داد. اوهو، مهمانهای عالی قدر کو، کار ما میکنیم و پلو شما میخورید؟ با زرده پرسیدم تو چی کار میکنی؟ به جای جواب کلغفس سیگار آتش داد. دود از دهان و دماغ برآورد. بعد با پیسخند و زهرخنده گفت براتن راغون میسازیم. بله میسازم، نه میسازیم گفت. آه پیرخره. از جای برخواستم. وی به من علا نگریست. بعد بلند بلند خندید. کسی به معنای خندهش نرفت. سپس به من گفت ای وطندار در برم شی. باز همون علمی بود که گلویم را بند کرد. لحظه خاموش ماندم. پس آن روی به او آوردم. هیچگاه نمیشینم. من از تو بر اینها فرسخها دور میگردم. کلغفس چشمان سردنگاهش نیمکاف دهانش را کج کرده گفت ایها گپی نو کو فهمیم کو چرا؟ به قعر چشمانش راست نگاه کرده پرسیدم و ادامه دادم همان تو نبودی که آدمان را با دروغ و بهتان و خطابهای گیس در کار نیست، گیس ساختن نشود، گیس فلاکت است سرگم میکردی. یکی با ذوق سر تکان داد. آره دوستم، آره. شست کلغفس شکست و مغنبری کرد. نه برادر. حرفی او را قطع کردم. من برادری تو نیستم. خندید کلغفس. خیر شد. اکنون دستت را به من ده. خودم را خیلی به دست گرفتم، نشد. دستم را مکروه نمی کنم. کلغفس بی سرانجام شد. ای عجب گپی میگویی قرنگی دو. حالا وقت گیله و جنگیله نیست. بیا همین کاهی کهنه را هم باد نکنیم. بهترش به گذشته صلوات گوییم. بله گفتم. صاحب هم می فرماید ما را مبر بباغ که از سیر لالزار یک داغ 100,000 شود داغ دیده را. اما حقیقت را باید گفت تا به دیگران سبق شود. قیافه در هم و سیاه گشته کلغفس شور و مشعله آتش گرفته قلبش را افاده می کرد. کدام حقیقت را به شور آمد کلغفس؟ دلم یک باره به شور آمد. باز کور نشوی. چی؟ در خود پیچید کلغفس و عصبیانه سوی من قدم برداشت. آتش قلب رستم، همسال و همفکر و دوستی نزدیکم که تا این دم به بحث گوش میداد، یک باره علنگه زد و با پرخاش تیز تنده برخاست و پیش راه کلغفس را گرفت. در حال با آهنگ اعتراض خطاب به او گفتم رستم قطع نشو. گوش نکرد. از عزم خود رو نتافت. با صدای پرخشم تند به کلغفس گفت ای گوش کن. سراسیمه گفت چی میگویی؟ رستم با همچنان آهنگ ادامه داد
برو از اینجا، برو که اینجا جای تو نیست. کلاغفس رنگ بدل کرد، در خود پیچید، درک نمود که توانش برای زوری بسنده نیست. در حالی که سراسیمه سوی ایستگاه شتاب می کرد گفت: کجروها. کی کجرو؟ رستم پا به زمین کوفت. کلاغفس دم را خاده کرد. بعد رفتن کلاغفس دقیقه چند خاموش بودیم. خاموشی را رستم برهم زد. به قول سعدی بزرگ: عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. زهر بادا شیری مادر به آنها. رستم حرف مرا قطع کرد و تسلی آمیز گفت: آسوده باش دوستم، هیچگاه دلافگار نشو. آنها الکی به حال ناگوار گرفتار شدند. انا میبینید آنها مثل حباب‌های روی آب پیدا شده باز هم محو شده میروند. سخنهای او به حاضران خیلی خوش آمد که یکی به خوشحالی گفت: عجب فرمودید دوستان. در حال دویمی سخنان رستم را تقویت بخشید. خدا جزایشان را میدهد. سیومی ابراز آرزو کرد: کاش که تیزتر جزا میگرفتند بدکردارها. پاسخ رستم آرام و با اطمینان بود: هیچ گپ نه، هر کار وقت و ساعت دارد. به نظرم میرسد کوهها خطاب میکنند: ای دوست کشانی بیگانه پرور. وقتی آن رسید که جواب کار و کردار خیانت به وطن را بدهید. کوهها باز خطاب میکنند: آماده باشید. بله، آماده باشید، آماده باشید. سلام ای راغون. شهر وحدت. همین که پول دریای کافرنیان را گذشتید، دو راه از پیش می براید، یکی به راست، دیگری به چپ. خوش، کدام طرف روم؟ به چپ یا به راست؟ طرف راست روم به نارک، چپ به راغون. سربندی نیروگاه نارک به کتاب ریکاردهای گینیس داخل شده است و این عین حقیقت و عدالت است، زیرا سربندی نیروگاه نارک از سربندی مکیای یپونیا 194 متر، از سربندی سر پیانسانی فرانسه 170 متر، از سربندی آراویلی امریکا 76 متر، از سربندی گراند دیکسنسی شویتساریا 19 متر بلندتر است. واقعا هم این به گفتن آسان، اما سربندی نیروگاه راغون رکورد نوی جهانی خواهد گذاشت. نیروگاه های معروف ترین جهان در نزد سربندی نیروگاه راغون بالکل رنگ خواهند باخت. خوب شد که نیروگاه نارک را به نام ترسون اولجبایف ماندند. همه او را چون شخص دارای اراده و عقل و ذکاوت بلند ستایش میکنند. اینک رو به رو با راغون قرار داریم. سلام ای راغون. سلام ای وادی آرزو و آرمان ها. از کوه و دره و پرشور وحش برون می آید. درود مر تو را ای راغون و صد درود مر تو را ای راغون و ای تمدن آفرین. هوا خیلی سرد، برف بسیار، تمام شب برف لکلکی باریده بوده است. سفیدی برف همه جا را منور می کرد. سردی به دست و روی سوزن می زد. برف در زیر پا آهنگ می نواخت. شمال سرودی ظفر را ترنم داشت. نورهای زرین خورشید به برف خورده ذره های آن را چون الماس درخشان می کرد. کوهستان به جنبش آمده. بیلس‌های پر اقتدار چون مورچگان حرکت می کنند. اکسکاواترها گردن یازانده کوه را می خاییدند. نظام خوبی کاری احساس می شد. هر کس به کار خود بند بود. هیچ کسی به کوهها اعتباری نمی داد.
گویا آنها وجود نداشتند. کوه به کوه صدا می‌داد: نوری خدا، نوری خدا آمده. بله، به اینجا نوری خدا آمده. صداها به هم آمده پر و بال می‌کشایند. همه دال و درخت چون وخش سرکش از شوق سر کشیدند. راغون گویا تبسم می‌کند و صدای پر از نشاط استاد باقی رحیمزاده به گوشم می‌رسد: فلک را بهر لبخندی تو تعمیری دیگر کردم. خلاصه اینجا تمامی دنیای دیگری در جلوه است. از شوق جمال راغون سرور به سینه می‌ریزد و دلم به شور می‌آید و می‌سراید. زیر لب مصرع‌های استاد لایق را زمزمه می‌کنم: در تنگنای کوه، در حوضه‌ای که می‌شود بنیاد کاخ نور، غوغای محشر است. اینجا نه صوت خوانشه، نه صحن رامیشه، دنیای دیگر است. سپس سخنان سابق سردار ساختمان نیروگاه راغون نیکولای سافچینکوف به یادم آمدند. وقتی که من به راغون آمدم ساختمان را نشناختم. گویا در اینجا همه چیز زنده شده بود: ماشین ها، تکنیکا و آدمان. بله، نه تنها تکنیکا و آدمان، بلکه تمام دنیا در اینجا زنده شده و به نوا آمده. سرود و ترانه های فاتحانه پر از شور و شوق، پر از مهر و وفا، پر از صدق و صفا، پر از عشق و امید. مرد میدان، آب به میدان، مرد میدان، آب به میدانی نبردی هم نوردان، آب به میدانی نبردی آتش و آب، تا شود در نبض وخشاب آسیاب برق گردان. مردانی با ننگ و ناموس از رعد و برق گردون دانی معنی چیدند. اصل روشنایی را در آب دیدند، گنج قارون را در سنگ و ثروت زیر خاک، و میان را محکم بسته با عزم قوی به میدان آمدند. آنها زیاده از 6,000 نفرند. سوی راغون شد روان دریای آدم، روی این دریا روان موج شعار، موج همت، موج غیرت، موج زور و اقتدار. راغون نوری الهی است. راغون رمزگاه است. بله، راغونیان کمر همت را سخت بسته با نیروی پرزور بهر نور قیام و عزم و جزم و تلاش رستمانه دارند. یکی می گوید راغون را نور پاش روی دنیا می کنیم. دیگری می افزاید راغون نور الهی است. آره، آره، و آن از قلب بزرگ امام علی رحمان نمو کرد. باد دیدو هوشتک می کشید، سر و روی را می لیسید. ولی هیهات، طبیعت پیشی راغونیان مستر گشته بود. افتخار جوشان ملی در وجودشان موج می زد، اسیان می کرد و حتما درباره پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گپ می زنند. از صدق دل، صمیمانه و با شوق و شور چون اسماعیل سامانی، چون رستمی دستان وصفش می کردند. مهندس سلامت شاه ستایش امام علی رحمان را ادامه داده گفت امام علی رحمان به نظر خدا نیست. از این رو از او افتخار داریم و به او ایمان آورده ایم. از این همه حرفهای سرشار مهر در دل من شادمانی و سرور تولید می شود. طبعم بیشتر بالیده چشمانم نور می گیرند، دلم پر می کشاید، دلم پر می کشاید، قلبم به جوش می آید.
بگفت امام علی رحمان: عزیزان، وطنداران، ظفرمندان دوران، کمر بندید در بنیاد راغون، شود از فتح اهل دهر حیران. صدایش داد بال و پر به کشور، سرور انگیخت بر هر خانه و در. بجوش آورد قلبی پیر و برنا، که گفتند طرفداریم سرور. نیت چون نیک باشد پادشاه را، گوهر خیزد بجای گل گیا را. چو باشد همتی عالی و غیرت، همی سازیم نابی پرزیا را. واقعاً احیاگری راغون امام علی رحمان می باشد. این دم راننده آدینه عبداللهیف که بین همکسبان احترام زیادی را قائل است، عاقلانه بیان کرد: امام علی رحمان رهکشای و رهنماست. بله، درست گفتی آدینه. سخن او را تصدیق کرد زبردست کارزار، کفشرگر سرمد ایسایف و توجهی همه را به خود کشید. او جوان مردی است بالا بلند، گندمگون، کیف وسیع، کلچرو و چهره کشاد. چشمانی میشیش بزیب و برق پاش، بازوانی به قوتش جاذبه پهلوانیش را می افزود. سرمد با افتخار ادامه داد: و باز نه تنها سایه سری ما، بلکه تکیهگاه همان نیز هستند. اگر انسان تکیهگاه نداشته باشد به جای نمی رسد. او برای تقویت فکر خود خواند: تکیهگاهی هست هر کس را که بر پای است راست، سایه هم بی تکیه دیوار از جا بر نخواست. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار پنجم.